گوسپند فقط در راه خدا ذبح میشه. بدون خدا ما هیچ چیزی نمی. حتی نماز ما میگیم این سنت پیغمبر است، ولی از قربتش از برای خداست. اگر از برای خدا نخوانیم ما به پیغمبر نماز نمیخوانیم. گوسپند ذبح میکنیم در دوره سال. اگر هدف خدا نباشه، الله اکبر نباشه، بسم الله نباشه، ما دیگه گوسپند ما نمیخوریم. حرام است، ولو که قوم قرتکش از نگاه فقهی بالا بیاید. حلال بکشه، ولی چون نام الله اکبر نگرفته، بسم الله نگفته، یا در سن بلوغ نبوده قصاب، یا عرض حضور شما شرایطش 12 گانه شرایط از اون بلد نبوده، 12 شرط داره کشتن حیوان، اینو نبوده. من جای تعصب به این میخورم که یک جوان مسلمان وارد میشه میاد دنیای مجازی گوشت نظر حرام شرک است نخورین. بعد سال قبلی من که از مولوی صاحبا رو دیدم در رسانه در پشت میز نماز جمعه تبلیغ میکرد این شرک است نخورین، نظر کسی به نام حسین شعله زرد میکنه. تو برادر چرا اسلام میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکین و یتیم و اسیر. چقدر ثواب داره نان دادن. خود خدا در قرآن تعریف کرده. ماه محرم چه یک فرهنگ خوب است. آقای همایون افغان